آیا مدرک تحصیلیم رو برای درجه صلاحیت و گرید به شرکت ارائه کنم؟ آیا پروانه اشتغال نظام مهندسیم رو حقوقی کنم؟ درود، من میلاد مطلوب هستم. برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید بدونیم که چه نظام‌هایی در ساخت و سازهای کشور دخیل هستند. ما این نظام فنی اجرایی داریم، میتونه نظام فنی مهندسی. نظام فنی اجرایی به دو تا قسمت تقسیم میشه: پیمانکاری و مشاور، که کلا نظام‌های فنی اجرایی کارهای عمرانی انجام میدن و با بودجه دولت تامین میشن. کسانی که عضو این شرکت ها هستن برای اینکه بتونن در مناقصات شرکت بکنن باید دارای صلاحیت باشن. برای همین منظور یا مدیر عامل یا هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشن. خب برای این منظور نیاز دارن به افرادی که دارای مدرک مرتبط مهندسی هستن و اونها رو جذب میکنن. نظام مهندسی هم دقیقاً مثل نظام فنی اجرایی شامل پیمانکاری و مشاور هستن که منتها تفاوتی که بین نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی وجود داره میشن نظام مهندسی به پروانه اشتغال افراد نیاز داره تا مدرک تحصیلی که در ادامه ویدیو توضیح خواهم داد. در شرکت‌های پیمانکاری عضو نظام فنی اجرایی اغلب به این شکل هستش که با مهندس یا با اون شخصی که دارای مدرک مرتبط هست یه قراردادی می‌بندن. بعد از اون یه تعهد محضری به اصطلاح بهشون میدن که سلب مسئولیت بشه، مدرک تحصیلیشون رو دریافت میکنن و یک وکالتنامه کاری دریافت میکنن تا بتونن روالهای اداری شرکت رو انجام بدن. به عنوان مثال شما با هیئت مدیره مثلا 1% وارد شرکت میشین، ولی خب متاسفانه میتونه که اتفاقات ناگواری بیفته که شما و خانواده‌تون رو تحت شعاع قرار بده و شما خودتون اصلا اطلاع نداشته باشین و با مدرک تحصیلیتون شرکت رو به نام شما بکنن یا بدون که اطلاع داشته باشین مدیر عامل شرکت باشین و متاسفانه یا ممنوع خروج میشین یا بدهکار بانکی و یا حتی حساباتون مسدود میشه. اما برای شرکت‌های مشاور عضو نظام فنی اجرایی یه مقدار حساسیت کمتر نسبت به پیمانکاری، چون خدمات تخصصی ارائه میشه. این نکته رو باید در نظر داشته باشید که تعهد محضری باعث سلب مسئولیت شما نمیشه، چون اصلا فاقد اعتبار اسناد بالادستی هستش و به هیچ شما قابل استناد نیست. دلیل این که میگم بدون اطلاع شما ممکنه که سمت شما رو تغییر بدن به مدیر عامل یا سهامدار اصلی، در این هسته که خب از شما وکالتنامه گرفتن و با امضای صورت جلسات تغییرات شرکت از جانب شما به راحتی میتونن این سمت رو تغییر بدن. و اما نظام مهندسی عرض کردم دقیقاً مثل نظام فنی اجرایی دارای شرکت‌های پیمانکاری و مشاور هستن که خب زمانی که مدیر عامل و هیئت مدیره پروانه اشتغالشون تکمیل میشه و ظرفیتشون به اصطلاح پر میشه، نیاز دارن که یه سری افراد دیگری رو جذب کنن که دارای پروانه اشتغال به کار هستن که معمولاً با عضو شاغل این افراد رو جذب میکنن. در مجموع اوضاع و احوال نظام مهندسی برای ارائه پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به فنی اجرایی برای ارائه مدرک تحصیلی بهتر هست. تفاوت واگذاری مدرک تحصیلی با پروانه اشتغال به کار مهندسی دقیقاً در چی است؟ شرکت‌های عضو نظام مهندسی مختص یک استانه و از پروانه اشتغال صرفاً در اون استان استفاده میشه. اما با مدرک تحصیلی در سراسر کشور میشه ازش استفاده کرد. در سازمان نظام مهندسی احراز هویت وجود داره، اما در نظام فنی اجرایی به جهت ثبت شرکت و تغییرات شرکت و ساجات متاسفانه احراز هویت وجود نداره. شرکت‌های عضو نظام مهندسی اگر بخوان شیطنتی انجام بدن و بدون اطلاع شما از پروانه اشتغال به کار شما استفاده کنن، نهایتاً تا مدت اعتبار پروانه میتونن این کار رو انجام بدن، اما متاسفانه با مدرک تحصیلی مادام العمر و انقضا نداره. اگر پروانه اشتغال به کار شما حقوقی بشه دیگه نمیتونین حقیقی ازش استفاده کنید، اما با مدرک تحصیلی میتونید مدرکتون رو به یک شرکتی ارائه کنید و در یک شرکتی دیگه به صورت واقعی فعالیت داشته باشید. کسی که مدرک تحصیلیش رو در اختیار شرکت قرار میده احتمال جعل امضاش هستش و جعل امضا اثباتش واقعا کار سختیه. و اما در نهایت اگر میخواید پروانه اشتغالتون رو حقوقی بکنید، من بهتون 8 تا مورد رو پیشنهاد میکنم که رعایت کنید. سعی کنید شرکت مسئولیت محدود باشه یا نهایتاً آزمایش مکانیکی خاک، بتون، سمت‌های مدیر عامل و سهامدار اصلی نشید، چون بسیار مسئولیت داره.
سمت عضو شاغل و نهایتا هیئت مدیره مناسب‌تر هست. اما اگر زمانی که عضو هیئت مدیره شدین این نکته رو در نظر بگیرید که مهرتون رو در اختیار اون شرکت قرار ندید و بهشون بگید که اگر جایی لازم بود که از مهر من استفاده بشه من اون مدارک رو بررسی میکنم و زیرشون مهر امضا میکنم. اما اگر شرکت زیر بار نرفت ایرادی نداره، مهرتون رو در اختیارشون قرار بدید، ولی در قرارداد حتما ذکر بشه که شرکت مکلفه و موظفه که اسم شما رو در بیمه نامه مسئولیت شرکت درج بکنه. روز خوداظهاری بسیار مهمه. روز خوداظهاری در نظام مارسی حتما خودتون حضور داشته باشین، فرم رو چک بکنین طبق توافق و قراردادی که نوشته شده. زیر اون فرم اگر قرار امضا بکنید حتما نام خانوادگی، تاریخ رو بزنید و سمتتون رو اعلام بکنید، مثلا با سمت عضو شاغل. زمینه فعالیت شرکت رو چک کنید حتما، مشاور، پیمانکاری، آزمایشگاه. در قرارداد حتما ذکر بشه که در شرکت میتونید حضور داشته باشید گاهی اوقات و صورت جلسات و تغییرات شرکت رو خودتون امضا بکنید که اگر مدیر عامل تغییر کرد، هیئت مدیره کم و زیاد شد، اینو حتما اطلاع داشته باشید. در قرارداد تاریخ شروع و پایان حتما ذکر بشه و شرکت رو ملزم بکنید که در یک تاریخ مشخصی نام مهندس رو خارج بکنه از شرکت طی صورت جلسه تغییرات و طی همون تاریخ پروانه‌اش رو تحویل بده. در قرارداد وجه التزام روز شمار برای تأخیر در آزاد کردن پروانه حتما مشخص بشه. اظهارنامه‌های مالیاتیتون رو شخصا خودتون پر کنید و عدم کارکرد نذارین. همون مبلغی که دریافت کردین از شرکت رو درج بکنین که نهایتا معاف میشین، ولی بهتر از این هستش که خلاف واقع براتون ثبت بشه. و اما نکته آخر، برای تسریع در رسیدگی حتما یک داور رو مشخص بکنید که حداقل دانش حقوقی رو داشته باشه و به قراردادها مسلط باشه. خب تمامی نکات رو عرض کردم خدمت شما و شاید به نظرتون سختگیرانه باشه، ولی من توصیه میکنم که حتما این موارد رو رعایت بکنید. اما در رابطه با مدرک تحصیلی، اگر شرکتی که شما میخواین بهش ارائه بکنید این مدرکتون رو از دوستان و آشنایان بسیار صمیمی و نزدیک هست و به شرکت اشراف دارید، میتونید مدرک تحصیلیتون رو ارائه کنید. در غیر این صورت من پیشنهاد نمیکنم. این نکته آخرم بهتون بگم، اگر یک زمانی مجبور شدین که مدیر عامل باشین، یعنی با سمت مدیر عامل وارد یک شرکت بشین، من بهتون توصیه میکنم که حتما تو بیمه نامه مسئولیت اسم شما درج بشه. یک کپی ازش بگیر، تمامی مدارک و نقشه ها رو خودت شخصا بررسی بکن و اگر لازم بود امضاشون کن و در قراردادت حتما وجه التزام رو معین بکن، چون اگر تعلیق یا محرومیت شامل شرکت بشه توسط شورای انتظامی، خب قطعا پروانه مدیر عامل هم درگیر میشه و حتما این مورد رو رعایت بکن. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. این پست رو حتما سیوش بکن، ممکنه که یک زمانی مورد نیازت باشه. متشکرم.